بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی می دهم که تو پیامبر الله هستی. الله می داند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی می دهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه می کنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب های هستند به دیوار تکیه داده. هر آواز را به زیان خود میپندارند. آنها دشمنانند، از آنها حذر کن خدایشان بکشد به کجا کجرو میشوند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مستكبرون. چون به آنها گفته شود که بیاید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد سر میپیچند. میبینی که روی گردانی و تکبری میکنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی، الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن
خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقین لا یفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گردی پیامبری الله چیز ندهد تا از گردش پراکنده شوند، و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است، ولی منافقان نمیفهمند. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقین لا یعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است، ولی منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فأولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیانکار است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین. از آنچه روزیتان داده ایم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندک بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگ او را به تأخیر یعنی دیرتر نمیگذارد و الله به کارهایی که میکنید آگاه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عملی انسان، خوش آمدید هر یک شما به شبکه ما. و امروز نیست انشاءالله ما و شما یک جای برنامه فایده‌ناک، بازی فایده‌ناک را آغاز میکنیم و انشاءالله اگر صدای ما را خوب میشنوید، چون امروز ما کمی از تکنیک دیگر استفاده کردیم و اگر شما ما رو میشنیده باشید در چت ما نوشته کنید و اگر که همش خوب باشد، صدا خوب میرفته باشد، ما برنامه را برای امروز آغاز کنیم. خب من چت را میبینم، برای ما نیست جواب سلام دادن و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بله خوب میشنوند، الحمدلله، خیلی خوب است. خب اگر چنین باشد ما تیار هستیم و سوال ها رو نیز برای امروز ما آماده کردیم. سوال ها باور کنید به نهایت سوال های آسان است، عادی است و سوال هایی که همیشگی ما استفاده میکنیم و هر روز استفاده میکنیم از آن.
و شما خواهش میکردم که این لحظه ها لایک مونید و همچنین نوار را پدیلیت کنید. میتوانید در شبکه های دیگر اجتماعی پدیلیت کنید، در واتساپ و ایمو و فیسبوک و هر جایی که میتوانید. یعنی که کمک شما به ما این است که پهن میکنید. ما که پهن کردیم دیگران نیست مثل ما کوشش میکنند علم میگیرند. یک روز بود یکی از جوانان سوال داده بود امروز باید معلم به من زنگ میزد اما زنگ نزد. و خب با اون معلم وقتی در صحبت شده معلم میگه ببخشید طالب علم من هستم یا اینکه شما؟ یعنی که طالب علم معنیش آن است که علم را میطلبد، نه اینکه معلم زنگ میزند، بلکه طالب علم را میجوید. از این خاطر این یک شوخی درست هم بود، چون برای هر یکی ما لازم است آن چیزی که ما میجوییم و الله سبحانه و تعالی نیز همون نفر را هدایت میکند که در جستجوی الله است. از این خاطر هر کسی که میخواهد دلش گشاده باشد خودش باید که راه کابد، راه جوید و خودش باید که از آن چیزهایی که سبب ها میشوند از آن استفاده کند. من فکر میکنم که شما درست درک میکنید و از این خاطر اگر لایک مانید و اگر نوار را پهن کنید به دیگران، انشاءالله شما نیز هم مانند آنهایی که در همین راه کوشش دارند برنامه میسازند برابر شما نیز اجر انشاءالله میگیرید. تشکر زیاد برای آنهایی که در چت ما این لحظه ها نوشته میکنند و یک نفر باز پرسیدن چگونه سپانسوری میتوان کنیم از یوتیوب آماده رسیده است. برادر گرامی قدر، الله موافق نیت های شما اجر و ثواب برای شما نصیب گرداند. و چون باز در حدیث خوانده بودم، روایت بود شاید، الله اعلم، هر کسی که نیت کاری بد میکند تا به سامان نرسانیدن ان همان کاری بدش برایش نوشته نمی شود. اما هر کسی که نیت نیک میکند موافق ان همان نیت نیکی که کرده است اجر و ثواب میگیرد. و این بزرگی الله است که ببینید الله سبحانه و تعالی نمیخواهد که ما و شما در راه بد باشیم. یعنی که آن کاری نیت بدی که مثلا انسان میکند تا به سامان رسانیدنش الله سبحانه و تعالی برایش نوشته نمیکند چون بد. آن وقتی که اجرا میکند بعد از آن کرداری بدی انسان نوشته میشود. از این خاطر الله اجر و ثواب زیاد برای شما نصیب گرداند برادر عزیز، به خاطری که حتی خواستید به ما کمک کنید. در پایان یوتیوب نوشته شده است سپانسیروwać سرپرستی شدن. میتوانید همان جا را زیر کنید، در داخلش به فکرم کارت بانکی میبراید و قسمت هست، چند قسمت هست، کدام قسمتش برای شما معقول است، یعنی که کمش را میخواهید یا اینکه زیادترش را میخواهید و هر ماه میخواهید اونش را انتخاب میکنید و نوشته میکنید. انشالله که شما یکی از سرپرستان، یکی چون شبکه ما جمعیتی است، ما از یگانجا درآمد نداریم. هر کسی که درآمد دارد درآمد خودش را در این شبکه ما صرف میکند. بغیر از این شبکه قرآن دستور عملی انسان، ما باز شبکه نوتاسیسی حکمت تیوی را نیز تشکیل کردیم با یک چند نفر برادران. الحمدلله خیلی موضوعهای مهم و موضوعهای داغی امروز را در آنجا مطرح میکنیم. یعنی که پند و حکمت است اساسش و نه این شبکه نه دیگر شبکه هایی که ما هستیم به یگان گروه شامل نیستند. همه شبکه های ما جمعیتی است و همه شبکه های ما گویا تعلیمی است. ما چون از قرآن میخوانیم و آن چیزی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است آن را میخوانیم، تنها همین است. و حتی به سوال های شرعی بارها من تاکید کردم در برنامه های گذشته نیست، ما جواب نمیگوییم. شخصا خودی من به سوال های شرعی جواب نمیگویم، ولی ما امکان داریم با عالمان جوان، با طالب علمان که در دانشگاه های بزرگ تحصیل میکنند، علم میجویند،
با آنها همصحبت شده به سوال شما جواب گیریم. از این خاطر شما میتوانید سوالهای خود را در واتساپ ما نوشته کنید. من اینجا رقم واتساپ را نوشته میکنم، شما میتونید در واتساپ سوالهای خود را نوشته کنید. هر آن وقتی که ما با طالب علمان و با عالمان هم صحبت میشویم، حتما که به سوالهای شما جواب از سخنهای آنان میگیریم. یعنی آنها با حدیث و با آیاتهای قرآن تقویت میبخشند آن سوالهایی که با آن جواب میگویند. خب این لحظه ها 51 نفر تقریبا هستند که ما رو تماشا میکنند. خوش آمدید. الله هر یک شما را حفظ کند، جزای خیرتون عطا کند. این لحظه من کد بازی را برای امروز آماده میکنم. خب اگر مبادا در حالتی که مثل دیروزه بازی ما ویران شد، کد را از سری نو، پین کد را من از پین گیم را از سری نو برای شما انشالله که تیار میکنم میفرستم. و اگر باز هم نماندند که ما بازی کنیم، اشتراک کنیم، شاید که کد را من در چت نوشته میکنم تا که شما از چت نوشته گیرید کد را، چون آنهایی که به قول خکری میکنند تاجیک نیستند. آنها از کجا از دیگر دولت های دنیا داخلی برنامه میشوند و در گوگل نوشته میکنند کهود. وقتی که کهود برآمد، کسی که افیری مستقیم میکند آنها خلال میرسانند. خب من کد را نوشته کردم، شما آهسته آهسته داخل شدن گیرید و اگر کسی که خلال رساند مثلی که ما گفتیم اون طور میکنیم انشاءالله. الله از هر یک شما راضی باشد. مدیراتور الگای نوشتند رقم گیم پین را 239 81 97. مرحمت، داخل به بازی شوید. نصرالدین، القاری، اکمل، بخاری، حسین، ادریس، محبت شان، نبی جان، زرفشانی، اکرم، خوش آمدید. حسین خوش آمدید. پیروانی سنت خوش آمدید. زبیر، اسیه، کمی کلانتر کنیم تا که به شما آسان‌تر شود. خب آنجایی که ساوز میبینید اون نفرهایی که کسی که خواستند به ما کمک کنند و مبلغ گذراندند، مبلغ های آنها در همین جای ساوز دیده می شود. الله از هر یکی شما راضی باشد، برایتان جزای خیر عطا کند. ابو مسلم اودینایف سوال دادن چگونه درایم. ابو مسلم اودینایف، شما می توانید در گوگل نوشته کنید. در گوگل نوشته کنید، من نشان میدم. کهود، ببخشید، کهود نقطه ای تی به همینجا داخل میشوید. کهود نقطه ای تی در جایی که گیم پین نوشته شده است، انا همان پین را نوشته میکنید. پین در اینجا نوشته شده است 239 81 97 239 81 97 239 81 97 و اینتر را زیر میکنیم. نامتان را نوشته میکنید. به مثال اکمل منصورов نوشتم و خودی من نیز این لحظه داخل به بازی شدم. اینجا نام شما نوشته میشود. خب در دوام بازی نیز میتوانید شما آنهایی که میخواهند خواهش اشتراک کردن دارند، من مدیراتور را باری دیگر خواهش میکنم در چت نوشته کنید رقم گیم پین را داخل شوند. یعنی که من محکم نمیکنم، هر کسی که خواهش دارد برای اشتراک کردن آنها نیز در دوام بازی نیز داخل شده میتواند. خودی حاضر من بازی را آغاز میکنم. 20 نفر 21 نفر هستیم. بسم الله. سوال اول: صحابه که باغ خودش را به باغ در بهشت عوض کرد،
نامش چی بود؟ صحابه که باغ خودش را به باغ در بهشت عوض کرد، ابو هریره، ابو دهدا، عبدالله یا اینکه مصعب، کدام صحابه باغ خودش را با قصرهایش به باغ در بهشت عوض کرد؟ 30 ثانیه وقت دارید برای جواب. 30 ثانیه وقت برای جواب. بله درست. 9 نفر جوابی درست گفتند. ابو دهدا. دوام میدیم. میبینیم کی به پیش برآمد و بعد از آن دوام میدیم. درباره ابو دهدا هرگاهی که من به خاطر میآورم باور کنید به نهایت یک قصه ای که به دل انسان میرسد و در این مورد چند وقت پیش در شبکه حکمت تیوی نیز یک برنامه آماده کردند و تقریبا چند سال پیش من نیز یک برنامه آماده کرده بودم در مورد ابو دهدا. بعدا باز کمی زیادتر درباره‌اش صحبت میکنیم و اگر که امکان شد حتی نوارش را تقریبا 5-6 دقیقه است میتوانیم تماشا کنیم. القاری در جای اول، نصرالدین، مریم، محبت شاه، ادریس، شما را صمیمانه تبریک میکنم. شما در صفحه بالا هستید. و سوال 2، ابو دهدا چی نمود باغ داشت؟ ابو دهدا باغ انگور داشت، باغ سیب داشت، باغ خرما یا اینکه باغ آلوچه. چی نمود باغ داشت؟ باغ و قصر و همه بایگری های خود را عوض کرد بر باغ در بهشت. اصلا خواست بر درخت در بهشت عوض کند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نه ابو دهدا، نه ابو دهدا، باغ برای تو در بهشت که زیر سایه آن. 19 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. بله، باغ خرما. ابو دهدا باغ خرما داشت و آن باغ، مشهوریت آن باغ در مدینه همه میدانستند، یعنی همه در مورد همان باغ سخن میگفتند. این باغی بود که شاید کسی مثل ابو دهدا نداشت. القاری در جای اول، محبت شاه، نصرالدین، مریم، ادریس، شما را صمیمانه تبریک میکنم. سوال 3، برای چی آن مرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم نفروخت بلکه به ابو دهدا؟ ابو دهدا بدهیبت بود یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشت وعده کرد ابو دهدا باشد نقد، یا اینکه ابو دهدا امیر بود، یا اینکه ابو دهدا کمبغل بود؟ اینک وریانت های شما را قبول کردم. 10 نفر جوابی درست گفتند. برای چی آن مرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم نفروخت بلکه به ابو دهدا فروخت؟ رسول صلی الله علیه و سلم بهشت را وعده کردند، اما ابو دهدا نقد دنیا را وعده کرد و حتما که اکثریت نقد این دنیا را انتخاب میکنند، چون وعده نسیه بهشت را الله اعلم شاید قبول نداشت و از این خاطر گاه می شود ما نیز فریفته نفس می شویم و فکر دنیا را زیادتر میکنیم. خب وریانت ها هر گونه بودند. 3 نفر گفتند که ابو دهدا بدهیبت بود. بدهیبت یعنی که شاید که فعلی خوب نداشت. 2 نفر گفتند که ابو دهدا امیر بود و 8 نفر گفتند که ابو دهدا کمبغل بود. هرچند چنین نبود. ابو دهدا یک انسانی بود که همه مدینه ابو دهدا را با باغ‌هایش میشناخت. محبت شام به جای اول برآمدند. ادریس، نصرالدین پیروان سنت و بخاری نیز به بالا میبرند.
خیلی خوب و ما به سوال دیگر انشاءالله که میگذاریم. سوال دیگر: موافق حدیث سواره چند سال زیر سایه درخت بهشت ابو دهدا می رود؟ 100 سال، 1 سال، 10 سال یا اینکه 1100 سال؟ موافق حدیث سواره چند سال زیر سایه درخت بهشت ابو دهدا می رود؟ سواره یعنی که با اسب همچنان درخت باغ بهشت ابو دهدا در بهشت است که وعده شده است برایش. بله، 9 نفر جواب درست گفتند. 100 سال سواره زیر سایه درخت بهشت ابو دهدا. در واقع این یک حدیث رو، این روایت رو اگر شما میخوندید باور کنید چگونه تاثیر میکند. و همگان صحابگان آن وقتی که گفتند ابو دهدا عوض میکند آن باغ خرمای و قصرهایش را، صحابگان همه میگفتند کاش من ابو دهدا میبودم، کاش من ابو دهدا میبودم، یعنی به جای ابو دهدا میشدم. چون ابو دهدا به خاطر یک درخت در بهشت عوض کرده بود، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نه ابو دهدا، یک درخت نه، بلکه باغ در بهشت برای تو، باغ در بهشت. خب بیایید میبینیم که به پیش گذشت. محبت شاه، ادریس، القاری، مریم و نصرالدین در جایهای نمایان قرار دارند. شما رو تبریک میکنم. سوال پنجم: 2 مراتب خالی زیاد میگیرد. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، کی را از همه زیاد غمخواری کنم؟ در حدیث آمده است. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم، کی را از همه زیاد غمخواری کنم؟ همسران را، مادر را، فرزند را، پدر را. وریانت ها و هر کسی که تیزتر وریانت را انتخاب میکند، زیر میکند، به جای اول میبراید انشاءالله. خب 20 نفر جواب گفتند. بله، 14 نفر جواب درست گفتید. شما را صمیمانه تبریک میکنم. مادر را. 3 نفر گفتند همسر را، 2 نفر فرزند را و 1 نفر پدر را. و جوابی درست در حدیث آمده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که به مادر زیاد غمخواری کنید. و چت ما نیز خیلی فعال است. چت را البته که خودی شما نیز میبینید در اکران ما. خیلی خوب، خیلی خوب. چت ما نیز همگان صبر تیوی جوابی درست گفتند. صحیح منصور جوابی درست گفتند. عبدالرحمن رحمانوف جوابی درست گفتند. علی کمالوف، روما ایدی، خیلی خوب. حسین رحیموف جوابی درست. تاج الدین ربیف جوابی درست گفتند. میبینیم که به پیش گذشت. ادریس در جای اول، القاری، مریم پیروان سنت نیز به بالا برآمدند. محبت شاه، شما را تبریک میکنم. خیلی خوب، بیایید دوام میدهیم. سوال 6: به کدام نمود عبادت باید نزدیکان را دعوت کنیم؟ به کدام نمود عبادت باید نزدیکان را دعوت کنیم؟ دادن زکات، روزه رمضان، اجرای نماز، صله رحم، دور شدن از خویش. کدامش؟ جوابی درست را انتخاب کنید و شما 30 ثانیه وقت دارید. کدام نمود عبادت ما باید دعوت کنیم نزدیکان خود را؟ 10 نفر جوابی درست گفتند. بله، به اجرای نماز.
میبینیم که به پیش برآمد. پیروان سنت اولین شده با فکرم جواب گفتند، از این خاطر با الله برآمدند. ادریس، القاری، مریم، محبت شاه و خب کوشش دارند، احمد نیز کوشش دارند که به بالا برآیند. انتظار میشویم شاید که می آیند به نزدیکی. سوال هفتم، مهر چیست؟ این انگشترین طلا است، یا مالی که مرد به زن در حال نکاح تحفه می کند، یا مهاجرت است، یا حجاب است. مهر چیست؟ خب همه با فکرم 21 نفر جواب گفتند و ما باز چند ثانیه دیگر وقت داریم. چت ما نیز خیلی فعال است ماشاءالله. بله 19 نفر جوابی درست گفتند. مالی که مرد به زن در حال نکاح تحفه می کند، این است مهر. 2 نفر گفتند این انگشترین طلا است. 1 نفر گفتند که این حجاب است. ولی اکثریت جوابی درست گفتند. صمیمانه شما رو تبریک میکنم. میبینیم که به پیش برآمد. پیروان سنت در جای اول ادریس، القاری، مریم، محبت شاه. تبریک میکنم شما را. سوال هشتم، حدیث قدسی چیست؟ یعنی حدیث قدسی گفته چی را میگویند؟ الله گفته است و رسول صلی الله علیه و سلم رسانیده است، یا اینکه اکثریت صحابگان نقل کردند، یا اینکه همه وریانت درست، یا اینکه یک صحابه نقل کرد. حدیث قدسی گفته چی را میگویند؟ فکرهای اسلامی خب صبر تجه سلام رساندند. علیکم سلام. بله 15 نفر جوابی درست گفتند. حدیث قدسی این الله گفته است و رسول صلی الله علیه و سلم رسانیده است. 3 نفر گفتند که اکثریت صحابگان نقل کردند و 3 نفر دیگر گفتند که یک صحابه نقل کرده است. خیلی خوب، من فکر میکنم که آن نفرهایی که این واسه 6 نفر یعنی که ما داریم، ما نمیدانیم کی هستند آن 6 نفر، ولی خودشان میدانند که کی هستند. شاید که آنها از نادانی یگان رنگ را به دیگر رنگ عوض کردند و پخش کردند، یا اینکه واقعا نمیدانستند و این از بردی ما و شما، چون بعد این برنامه ما یک چیزی که نمیدانستیم آن را درک کردیم، فهمیدیم و این است یک پیشروی برای ما. خب کی به پیش برآمد؟ پیروان سنت در جای اول ادریس، القاری، محبت شاه، مریم. زرافشانی نیست، کوشش دارند به پیش برآیند. حرکت کنید، زودتر کسی که رنگ را پخش میکند خالی زیادتر را میگیرد، ولی باید که جوابی درست گفته باشد. سوال نهم، 2 مراتب خالی زیاد. طلا یا نقره یافت شد چی کنم؟ طلا یا نقره یافت شد چی کنم؟ وریانت ها: یافتت را 1 سال نگاه دار تا صاحبش یافت شدن، یا اینکه یافته را بر عوض پول به زرگر سپار، یا اینکه به همسر تحفه کن، یا اینکه دعا کن که صاحبش یافت نشود. کدام وریانت درست است؟ مرحمت انتخاب کنید. طلا یا نقره یافت شد چی کنم؟ ماشاءالله، خیلی خوب. 14 نفر جوابی درست گفتند با ما. یافتت را 1 سال نگاه دار تا صاحبش یافت شدن. بله چون این است. حدیث آمده است و در حدیث گفتند که یافتت را 1 سال نگاه دار و بعد از آن که 1 سال نگاه داشتی باز چون امانت، بعد از آن استفاده بر چون امانت، هرگاهی که صاحبش یافت شد برگردان. یعنی چون این است. خب در این موضوع انشاءالله اگر الله راضی باشد ما در
شبکه‌های خودمون برنامه‌ها می‌سازیم و خواهش می‌کنیم برادران از شبکه حکمت تیوی نیست در این مسئله موضوع روشنی اندازند تا ما و شما معلومات دقیق‌تر پورتر پیدا کنیم، چون این سوال‌ها بسیار می‌شد و می‌گفتند اگر یافتیم از زمین چیزی را شاید نگیریم و در حدیث آمده است که اگر یافتی و نگرفتی یک برادر دیگر میگیرد، فرق ندارد. به همین خاطر بهترش گرفتن لازم است، پرسیدن لازم است کی است صاحبش و اگر صاحبش یافت نشد 1 سال نگاه داشتن و بعد از آن چون امانت باز نگاه داشتن تا پیدا شدن صاحبش. 5 نفر بهترین گفتند دعا کن که صاحبش یافت نشود. لا حول ولا قوة الا بالله. و 1 نفر گفتند یافته را بر عوض پول به زرگر سپار. اینک بیایید به سوال دیگر میگذاریم. ادریس به جای اول برآمدند، القاری، محبت شاه، پیروان سنت و امریکا نیز آمدند. اینک سوال آخران. چرا الله پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر پیامبران را فرستاد؟ از شرک ایمن دارد و به توحید دعوت کند، یا اینکه به ما معلوم نیست چرا؟ همه وریانت درست است برای صرف قوه به تأسیس خلافت. کدامش درست است؟ هفده نفر جواب گفتند. 8 ثانیه دیگر وقت داریم. چرا الله پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر پیامبران را فرستاد؟ وریانت ها در پایان نوشته شده است. بله، 19 نفر جوابی درست گفتند. از 20 نفر 19 نفر جوابی درست گفتند. از شرک ایمن نگه دارد و به توحید دعوت کند. آن همین از رسالت پیامبران. و یک نظر میکنیم به چت برنامه نیست. فکرهای اسلامی جوابی درست گفتند. یوتیوب جوابی درست گفتند. صبر تیوی جوابی درست گفتند. دلاور سفرف جوابی درست گفتند. خیلی خوب. عبدالرحمن رحمانوف جوابی درست گفتند. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب. بیایید نبینیم که به پیش برآمد و بعد از آن برنامه نوبتی رو انشاءالله که میسازیم. جای سیوم محبت شاه، القاری جای دوم و جای 1 ادریس. صمیمانه شما را تبریک میکنم. پیروان سنت جای 4 و امریکا در جای 5 بودند. کفکابی ها برای شما و تبریک میکنم شما را. به نهایت عالی بازی کردید، به نهایت خوب اشتراک کردید و دیگران نیز کوشش کنید و شما نیز میتوانید که جاهای نمایان را سزاوار گردید و به بالا برآیید و مهمش اشتراک کردن است. تماشابینان عزیز، برادران گرامی ما، مهمش اشتراک کردن و یک چیزی نو را به خود گرفتن است. از این خاطر آزرده خاطر نباشید از آن که شاید شما در پایان ترها باشید. ولی دیروز 1 نفر از تماشابین ما گفتند که هر کسی که میخواهد ببیند در چندم جا باقی است، در تلفن خود میتواند که نگاه کند. یعنی که برای ما معلوم نیست، لیکن خود شما میتواند که ببینید در جای چندم شما قرار دارید. از این خاطر کوشش کنید و اگر تا آمدن باز پیوست شدن چند نفرها، من این لحظه کد رو میگویم و بعد از آن که شما داخل میشوید، اگر شما راضی باشید قصه خرما رو تماشا کنیم. یعنی که در مورد ابو دهدا و در چت ما نوشته کنید اگر راضی باشید. اینقدر زیاد نیست، چند دقیقه کوتاه هست. من پیشکی کد بازی رو به شما میدهم. شما تا که داخل میشوید وقت رو بیهوده صرف نکنیم، بلکه آن همان روایت ابو دهدا رو گوش کنیم با شما اگر راضی باشید.
خب با اونهایی که داخل شدن نمیتوانند زیر برنامه‌های گذشته نیست مدیراتوران نوشته بودند چگونه باید که وارد برنامه شویم و من این لحظه چنین کنم و خیلی عادی و آسان است. شما در گوگل نوشته میکنید که خود نقطه ایت آنجا گیم پین میبراید، در همانجا پینی که من این لحظه آماده میکنم آن را نوشته میکنید و داخلی بازی میشوید. ما پین را انشاءالله خودی حاضر در چت نوشته میکنیم تا که شما داخل شدن گیرید و تا آندم یک جای شما در مورد قصه خرما برنامه رو انشاءالله که تماشا میکنیم. چند دقیقه کوتاه هست انشاءالله، وقتی زیاد نمیگیرد. خب این لحظه من آماده میکنم. راهی حق و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید. خب فکرهای اسلامی گفتند که نوار کرده طرز در آمدن را ماند. بله درست گفتید، انشاءالله همین کار را به انجام میدهیم. خب گیم پین را من این لحظه در زیر چت نوشته میکنم، مرحمت شما داخل شدن گیرید و ما برنامه درباره خرما رو این لحظه با شما انشاءالله تماشا میکنیم. 477 477 83 84 این گیم پین است. 77 83 84 477 83 84. اکمل اسیه القاری نبی جان خوش آمدید، بخاری خوش آمدید. خب شما پیوست شدن گیرید، من این لحظه آن برنامه خرما رو در مورد خرما رو جستجو میکنم و برایتان قصه خرما رو 6 دقیقه بود، از بسیار نیست انشاءالله. خب اگر شما خب ما آماده هستیم. بسم الله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میانی یاران گرامیش نشسته بود و با هم صحبت میکردند. نوجوانی یتیمی که در چهرهش اثر شکایت دیده میشد به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من باغ از خرما دارم که خواستم اطراف آن را دیوار بنا کنم، اما درخت خرمایی که ملک همسایه هم است در میان وجود دارد که در بنا کردن دیوار خلل می رساند. من از همسایه هم خواستم تا آن درخت را به من گذارد تا دیوارم کج نآید، اما او نخواست. از او خواستم تا آن را به من بفروشد، باز نپذیرفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همسایه یتیم را به نزدش خواند و برایش شکوه یتیم را گفت. مرد گفت: بله همان گونه است که او میگوید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مرد خواست تا آن درخت را به اختیار یتیم گذارد و یا آن را برایش بفروشد. مرد از فروختن آن درخت دست کشید. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او گفت: درخت را به او بفروش و برای تو در جنت درختی از خرما خواهد بود که سواره در سایه آن 100 سال راه می رود. مرد که به مال دنیا بسیار طمع داشت باز هم نپذیرفت. یکی از یاران گرامی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را ابو دهدا می گفتند در آن لحظه در آمد و از این کار آگاه کردید و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: اگر من آن درخت را بخرم و به اختیار این نوجوان گذارم، آیا برایم درخت در بهشت خواهد بود؟
پیامبر خدا گفت بله. ابو دهدا به آن مرد گفت آن درخت خرما را که یک نهالی که تو داری به من بفروش. آن مرد گفت نه، من که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نفروختم چگونه به تو میفروشم؟ ابو دهدا به مرد گفت آیا باغ مرا میدانی؟ مرد گفت بله. کیست در مدینه که باغ تو را نداند؟ حتی میدانم که در باغ تو 600 درخت خرما و میان آن قصر و چاه آب شیرین وجود دارد و اطراف آن با دیواری بلند محکم کرده شده است. هر سال تاجران مدینه برای خریدن خرماهای باغ ابو دهدا می شتابیدند. ابو دهدا گفت پس بیا درختت را در مقابل این باغم و با همه هستی هایش بفروش. یعنی بیا عوض کنیم. گفت. مرد حیرت زده به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می نگریست و از شنیدن این گونه سودا هیچ باورش نمی آمد. چگونه چنین باغ بزرگ با همه قصر و دیوارهای بلند و درختان زیادش به یک درخت خرما فروخته می شود؟ گفت به ابو دهدا آن مرد تو مگر شوخی می کنی؟ ابو دهدا گفت من این باغ را در مقابل آن درخت بهشت هیچ می شمارم. مرد در حضور پیامبر خدا و دیگر صحابگان سودا را پذیرفت و ابو دهدا خوشحال و دلگرم به طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گشت و گفت آیا برای من در بهشت درخت خواهد بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه ابو دهدا، نه. پاسخ پیامبر خدا رنگ پریده و حیرت زده شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخنش را ادامه داده گفت که خدا در مقابل آن درخت در جنت عرضه نمود و اما تو ای ابو دهدا در مقابل کرم خدا همه باغت را گذاشتی و خدا که کریم است این کرامتی تو را به درخت نه بلکه به باغ‌های از خرما در جنت مبدل گردانید که از شماریدن آنها عاجزی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت چقدر است مداح برای ابو دهدا. همه یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که آنجا نشسته بودند آرزو می کردند که ای کاش ابو دهدا می بودند. ابو دهدا به خانه اش برگشت و همسرش را به نزدش خواند و گفت من باغ، قصر و چاه و دیوارها را فروختم. همسرش که از تجربه تجاری شوهر با خبر بود گفت با چه قیمتی آن را فروختی؟ ابو دهدا گفت به درخت در بهشت که سواره در سایه آن 100 سال راه می رود. همسرش خوشحالانه گفت ای ابو دهدا در سودایش سودمند شد. ابو دهدا در سودایش سودمند شد. باری دیگر سلام و درود تماشابینان عزیز و خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عمل انسان، آنهایی که نوکک پیدا شدند. ما و شما قصه ابو دهدا را شنیدیم و از ما پرسیدند سبحان الله، واقعا درست گفتند آن نفری که نوشتند که چقدر انسانهای بزرگ بودند صحابگان گذشته ما و چقدر دوست می داشتند که بهشت نصیبشان گردد. هرچند اکثریت آنها در قید حیات از بهشت برایشان وعده شده بود، اما عبادتشان را زیاد می کردند، کم نه. و انشاءالله که امروز ها نیست این گونه مردان، این گونه جوانان، این گونه شخصان زیاد هستند و انشاءالله که کوشش های خودشان را میکنند. و یک نفر پرسیدند چی است؟ خب نام نوار در یوتیوب نوشته میکنید بهشت بر عوض خرما، انشاءالله که پیدا می شود.
بهشت بر عوض خرما چنین است نام نوار. خب من اگر حاضر امکان شود نوشته میکنم در خب بهشت در عوض خرما انشاءالله میبراید. و اگر همه شما آماده باشید، همگی 25 نفر واردی برنامه شدند، واردی کهود. ما 67 نفر هستیم این لحظه ها. الحمدلله 25 نفر انتظار هستند و آنهایی که میخواهند داخلی برنامه شوند میتوانید شما نیز داخل شوید. فرهاد، محبت شاه، مسلمان، خب احمد، آسیا، امید، فیض دین، بهادر، نورعلی، نصرالدین، مولود، خوش آمدید. اسیا، ابو مریم. خیلی خوب، مرحمت. من کمی نشان میدم. خب گاهی می شود که ما نیز هراس داریم چون کسی بازی رو خلال نرساند مثل هر دفعه. 24 نفر هستیم و آنهایی که میخواهند و نوکک داخل شدند میتوانید شما نیز وارد برنامه کهود شوید. kahoot.it نوشته کنید و گیم پین، همین گیم پینی که شما میبینید آن را نوشته کنید و داخل به برنامه میشوید انشاءالله. و ما آغاز میکنیم. آنهایی که دیرتر میخواهند پیوست شوند مرحمت شما نیز میتوانید پیوست شوید. احمد، شاهی، فرهاد، خوش آمدید. بسم الله آغاز میکنیم. سوال 1. کسی که شریک به الله داشت و در شرک وفات کرد چی می شود؟ چی می شود؟ جواب ها: به ما معلوم نیست. الله رحم می کند. به آتش ابد می رود. بهشتی انورسیریشت می رود. کسی که شریک به الله داشت و در شرکش از دنیا می رود. وریانت های شما مرحمت. واقعا این سوال خیلی عادی و آسان است چون قرآن و سنت میگوید. بله، 16 نفر جواب درست گفتند. موافق قرآن و سنت، حدیث ها به آتش ابد می رود. و حتی خب امروز من چند آیت های قرآن و همچنین حدیث ها در این مسئله خواندم و واقعا خیلی خطر است. 1 نفر گفتند به ما معلوم نیست. 3 نفر گفتند که الله رحم می کند و هیچگاه الله مشرکان را و به الله شریک می آورده را رحم نمی کند و چون دلیل آن از قرآن و سنت آمده است. 1 نفر گفتند که حتی به بهشت هم می رود. افسوس که چنین نیست و از آن همین خطر شرک باید که به نهایت باید که پرهیزگار باشد انسان. و در این مسئله ها انشاءالله ما داریم چند برنامه ها داریم و باز در آینده تیار خواهیم کرد چون مسئله که حتی اکثریت همزبانان ما در این مسئله معلوماتی کم دارند. میبینیم که به پیش برآمد. القاری، محبت شاه، مریم، امریکا، نصرالدین، تبریک میکنم شما را. سوال 2 مراتب خالی زیاد میگیرید انشاءالله. با شنیدن کدام سوره اومد فاروق ایمان می آورد؟ هود آیت 2، طه آیت 14، یوسف آیت 5 یا اینکه بقره آیت 286. اینک جوابای درست شما را انتظار هستم. 8 ثانیه دیگر وقت داریم. و درست 15 نفر جواب درست گفتند. سوره 20 سوره طه آیت 14 و در آنجا چنین آمده است: هر آینه الله یکتا من هستم، هیچ معبود بر حق جز من نیست.
پس تنها مرا بپرست و نماز بخوان تا به یاد من باشه. انا همین آیت را یکی از صحابگان میخوند. من نامش رو نمیگویم چون این یک باز سوال دیگری ما است. و بعد از این رو که میشنود عمر فاروق دلش گشاده می شود، ملایم می شود و ایمان می آورد. می بینیم که به پیش برآمد. القاری، امریکا، محبت شاه، آسیه و نصرالدین شما را تبریک می کنم. شما در جایهای نمایان قرار دارید. و به سوال دیگر می گذاریم. سوال سیوم: کی سوره طه را می خواند در خانه خواهر عمر؟ کی می خواند؟ حباب بن الارد، ابن اسحاق، ابو لهب یا اینکه بلال؟ کی می خواند وقتی که وارد خانه خواهرش می شود؟ عمر فاروق. اینک 17 نفر جواب گفتند. خیلی خوب. بله، 17 نفر جوابی درست گفتند. حباب بن الارد بود که این آیت را اصلا همون یک چیز میخوند و در همین حالت عمر فاروق وارد خانه خواهرش می شود و حتی دست می بردارد به خواهرش و در همون وقت شنیدنی همین سوره که ما نوکک خواندیم شما شنیدید، آیتی که میخواند دلش ملایم می شود. و بیایید دیرتر باز دوام میدهیم در این مسئله چون سوالهای دیگری ما مربوط است. میبینیم که به پیش برآمد. القاری، آسیه، محبت شاه، امریکا، ابو مریم. خیلی خوب، تبریک میکنم شما را. شما در جاهای خوب هستید و همه آنهایی که اشتراک میکنید در بازی ما 62 نفر این لحظه تماشا میکنید. خواهش میکنم از شما لایک مانید و پدیلیت کنید در برابر تماشا کردنتان و حتی آبونه شوید، یعنی پدپیست کنید تا که دیگران نیز وارد برنامه ما شوند و تماشا کنند. چون ما خیلی زیاد هستیم. اصلا اگر کلان گیریم تقریبا زیاد از 50,000 نفر آبونه چی هستند، اما تماشابین خب محدود است صفحشان. این از آن وابستگی دارد که ما و شما لایک نمی کنیم و برای لایک کردن کسی پول نمی سپارد و ما نیز صاحبی مبلغ نمی شویم از این، تنها به آن خاطره که دیگران پیوست می شوند و در بازی ما مثل شما شریک می شوند انشاءالله. الله جزای خیرتان دهد برای عمل نیکتان. سوال 4: پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد اسلام را با یکی از این دو مستحکم گردان. کی آن دو؟ عمر و یا ابو طالب، عمر و یا ابو جهل، حمزه و یا صفوان، عمر و یا علی. وریانت ها اینجا نوشته شده است. وریانت درست را شما میتونید پخش کنید. بیست نفر جواب گفتند. 20 نفر جواب 21 نفر 23 نفر. خب 8 نفر جوابی درست گفتند. عمر و یا ابو جهل. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد که اسلام را با یکی از این دو مستحکم گردان. حتی در آن وقتی که صحابه آن آیت را میخواند، بعد از آن که عمر رضی الله عنه رفته تازه شده می آید و همون سوره را می خواند، حباب اونجا میگوید که شاید خوشخبر این باشد که عمر به صف مسلمانان داخل می شود، وارد می شود، مسلمان می شود. شاید که دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم مستجاب شد و عمر و یا ابو جهل بود. 2 نفر، یکی اش باید رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرده بودند و میبینیم که به پیش برآمد.
القاری، آسیه، زبیر، ابو مریم و مسلمان شما را تبریک میکنم. شما در زینه های بالا این لحظه قرار دارید. و خب سوال پنجم، دو مراتب خارجیات. ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت یعنی نوآوری؟ خب این یکی از گفته های عالمان است و اکثریت راضی هستند. از گناه به ما معلوم نیست، از بدعت خرسند نمی شود. ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت؟ بدعت گفته نوآوری را میگن، نوآوری آوردن. اینک جواب های شما را قبول میکنیم و 22 نفر جواب گفتند. ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت؟ بله، از بدعت خرسند می شود. چون خب در این مسئله انشاءالله باز گفته میگذاریم. وقتی که انسان گناه میکند، گناه را دیده و دانسته میکند و عالم با چنین مثال آورد. من آن مثال را میگویم. این عثمان الخمیس مثال آورد، گفت اگر ما مثلا سیگار کشیم یا ناز کشیم، هیچگاه فرزند خودمان را به آن دعوت نمیکنیم که بیا تو هم سیگار کش، ناز کش یا که شراب خور. نه، میدانند که گناه است و از این خاطر به این گناه دست نمیزنند. اما چیزی بدعت باشد، نویگری آوردن در اسلام باشد، در دین باشد، آن را می آورند و باز اهل بیت خودشان را نیز دعوت میکنند. به همین خاطر ابلیس از آن خرسند می شود که نویگری ها در دین وارد کنند و باز دعوت کنند نزدیکان خودشان را، فرزندان، همسر و باز دیگر شناسان را. از این خاطر بدعت، نویگری آوردن خیلی چیزی بد است. چون گناه که دیده و دانسته آدم گناه را کند، دیگران را نمی آموزد. خب 11 نفر گناه گفتند و 10 نفر جواب درست گفتند، بدعت گفتند و 1 نفر گفتند معلوم نیست به ما. اینک میبینیم که به پیش برآمد. القاری، آسیه، زبیر، مسلمان و پیروان سنت نیز به بالا برآمدند. خب چت را نگاه میکنیم. چت نیز خیلی فعال است. بله، چت نیز فعال است. خب جواب های درست را میبینیم و خود شما نیز جواب های درستتان را میتوانید که در اکران ما نگاه کنید، بینید. بیایید میگذاریم به سوال دیگر. الله زیبایی حوران بهشت را با چی مقایسه کرده است؟ با درختان خرما، شیر و شراب، مس ازیه یا اینکه یاقوت و مرجان؟ الله زیبایی حوران بهشت را با چی مقایسه کرده است؟ خب جواب های شما آماده میرسند. بیست دو نفر جواب گفتند. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. بله، 15 نفر جواب درست گفتند. تبریک میکنم. یاقوت و مرجان. و 5 نفر گفتند درختان خرما. 1 نفر حتی گفتند که به مس ازیه. خب الله زیبایی حوران بهشت را با یاقوت و مرجان برابر کرده است یا اینکه مانند کرده است گفتن ممکن است. خب میگذاریم به سوال دیگر. میبینیم که در پیش است. القاری، آسیه، زبیر، مسلمان، پیروان سنت در جایهای نمایان و حسین نیز کوشش دارند که به بالا برآیند. سوال 7. درباره کدام دریای بهشت در قرآن یادرس نشده است؟ در اینجا در پایان وریانت ها است. از عسل، از باران، از شیر، از شراب. در قرآن یادرس نشده است. درباره کدام بحر یا دریا؟ اینک جواب های شما رو من
قبول کردم. بله 15 نفر جوابی درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. از باران یادرس نشده است. در سوره 47 سوره محمد چنین آمده است: وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است که در آن جایبارهایی است از آبهای تغییر ناپذیر و جایبارهای از شیر که طعمش دیگرگون نمی شود و جایبارهای از شراب که برای نوشیدنش لذت است و جایبارهای از عسل مصفا و آنان در آنجا هر گونه میوه که بخواهند برای آنان هست و نیز از آمرزش پروردگارشان برخوردارند. آیا بهشتیان مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاویدانه اند و آنان را از آب جوشان می آشامند، آنهایی که در دوزخند که روده هایشان را پاره پاره می کند. این سخنهای الله سبحانه و تعالی در سوره محمد سوره رقم 47 آیه 15 آمده است و من معنای آن را از تفسیری روش میسر برای شما خواندم. میبینیم که به پیش برآمد. آسیه در جای اول، زبیر القاری مسلمان و پیروان سنت. آسیه پی هم به 7 سوالهای ما جوابی درست گفتند. سوال 8: 2 مراتب خاری زیاد. کدام سوره نازل شد وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نابینا آمد و وی صلی الله علیه و سلم روی گرداند؟ النبا، النور، البقره یا اینکه عبسه؟ کدام سوره نازل شد وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نابینای آمد و وی روی گردانید؟ همه میدانند آنهایی که اینک وریانت های خود رو میتوانید که کدام رنگی درست است آن رو پخش کنید. 8 نفر جوابی درست گفتند. سوره عبسه، روی ترش کردن یا چنین میگویند در سرشبی انا همین سوره و چتی ما نیست فعال است آنجا. عبسه مد جوابی درست گفتند. باز چند تماشابین ما نیست جوابی درست گفتند. سوره عبسه بود و آنهایی که نمیدانستند دیگر مطالعه میکنید، دیگر جستجو میکنید، انشاءالله که گفته این معلومات را زیادتر میگیرید. چون باری دیگر تاکید میکنم، باری دیگر میگویم ما تنها معلومات میدهیم و چنانه که در آغاز برنامه امروز گفته گذاشتیم، هر کسی که میخواهد الله را جستجو کند و یابد علم را، انشاءالله که در جستجویش می شود و طالب علم می شود و کوشش می کند. این یک تاریخ است اصلا که گیریم به نهایت تاریخ خوب هم هست و اگر ما تاریخ درست را جای مقابل یافته و بعد آن را مطالعه کنیم به نهایت معلومات های خود برای ما می گیریم. آسیه در جای اول، القاری، زبیر، امریکا و محبت شاه، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارند. سوال 9: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که این را تناول کرد از ما دور شود یا از مسجد یا از خانه یا خانه شیند. چرا؟ پیاز و سرپیاز، پیاز و اکسوس یا اینکه آش پلاو یا اینکه آب لیمو؟ کدامش جواب درست است؟ هر کسی که همین چیز را تناول کند از ما دور شود. این در حدیث مسلم نیز آمده است. یا اینکه به مسجد نرود همون وقتی که استعمال کردن همون چیز را. چی است آن چیز؟ ماشاءالله خیلی خوب، جواب های درست. پیاز و سرپیاز، یعنی پیاز و چسناک است. آن را کسی تناول کرد، استعمال کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما دور شود یا اینکه خانه شیند و همون طعم پیاز و چسناک برای دیگر آن خلال نرساند. و میبینیم که به جاهای پیش گذشته
وصیه 10347 خال القاری، زبیر، امریکا و محبت شاه شما را صمیمانه تبریک میکنم. و سوال آخران: ما به خاطر آن حیات میبریم که در دنیا موفق گردیم، مشهور شویم، تنها الله یکتا را عبادت کنیم، پسر تولد کنیم، درخت شنانیم و خانه سازیم. کدامش درست است؟ وریانت ها را گفتم. خیلی خوب. 17 نفر جواب درست گفتند. بله، تنها الله یکتا را عبادت کنیم. یک نفر گفتند که در دنیا موفق گردیم، یک نفر مشهور شدن میخواستند و یک نفر پسر تولد کنیم، درخت شنانیم و خانه سازیم. بله، 17 نفر جواب درست گفتند و میبینیم که به جاهای خوب را سزاوار شد. زبیر جای سیوم، القاری جای دوم و جای اول آسیا. صمیمانه شما را تبریک میکنم. محبت شاه 4 و 5 امریکا نیست در زینه های بالا بودند. صمیمانه تبریک میکنم شما را، صمیمانه تبریک میکنم. واقعا بازی خیلی خوب بود. خب اینجا خواهش کردند که چت را نیست خوانیم. بله برادر عزیز، در چت نیست جواب های درست آمده رسید. سلمان فارس گفتند که تنها الله را عبادت کنیم. فوریمان نظیر شایف عبادت درست، یعنی که درست منظورتون را فهمیدیم. و علی کمالov گفتند اول سوال را تین بعد وقت سر تین. خب برادر عزیز، این برنامه اینترنتی است، چون سوال و خودی برنامه پی هم می رود و اگر اینترنت شما کمی سست‌تر باشد شاید که مشکل می شود. از این خاطر وابستگی از اینترنت است. خب تج مراتا نیز گفتند که چت را خوانید. خب تشکر زیاد میگویم. اینجا آسیا را تبریک میکنند. همگان مبارک باشد. واقعا جای خوب را سزاوار شدید و الله جزای خیر تیاد برای شما، برای آن که وقتی خودتان را دریغ نداشتید امروز در برنامه ما اشتراک کردید و اگر یک چیزی خوبه، چیزی کمی را باشد هم به خود ما امروز معلومات پیدا کرده باشیم، از این ما خود را خیلی سربلند حس میکنیم. الحمدلله که یک نفر توانست یک چیزی نو را برای خودش گیرد و خود ما نیز الحمدلله به همین خاطر که بازی را آماده میکنیم و معلومات را میجوییم، یک چیزی نوی برای خودمون درک میکنیم و مهم همین است. مهم همین که ما و شما اشتراک کنیم و مهم همین که یک چیزی نو را به خود آموزیم و الحمدلله من دعاهای شما را نیز میخونم و اکثریت باز میگویند که شکر الله که ما امروز یک چیزی نو را به خود آموختیم، یعنی از برنامه های گذشته. و اکثریت دیگر بعد از این برنامه سوال های شاید زیادتر پیدا میکنند و وقتی سوال زیاد که پیدا شد به جستجو میدرویند. این هم یک کاری خوب است. جستجو میکنند، تحقیق میکنند معلومات را تا چه اندازه درست است و معلوماتی درست‌تر را می‌یابند. و حتما به شبکه‌های ما تماشابینان عزیز و گرامی عبور شوید. شبکه ما را به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز بهره گیرند، تا که دیگران نیز تماشا کنند، اشتراک کنند. و ما کوشش میکنیم در دوام هفته باز برنامه را آماده کنیم و پیش که حتما که در ثواب شیستوی قرآن دستور عملی انسان اعلان میکنیم و برنامه را پیشکشی شما میسازیم. الله نگهبانی هر یکی شما را باشد و شما خودتان و اطرافیانتان را احتیاط کنید. در پناه الله باشد تا و آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.